بود نبود، یک کمپیرک بود. این کمپیرک دخترکی زیبایی داشت. کمپیرک و دخترش در کلبه که در کنار جنگل انبوه زندگی میکردند. دخترک خیلی نازنین بود و تنبلی نکرده تمام کارهای خانه را خودش اجرا میکرد. مادر و دختر مهنت میکردند، زحمت میکشیدند، اما یکشان دو نمیشد. همون خیل کم بغل میموندند. روزی کمپیر با دخترش گفت: بیا من تو را به شهر میبرم. در یگانجا کار میکنی، مزد میگیری، نباشد ما از گرسنگی میموریم. مادر و دختر در خانه چشان را بسته به راه برآمدند. رفتند از پیششان کوهی بلندی برآمد. چی علاج؟ با عذاب و مشقت به دامنه کوه برآمدند. مانده و شلپر شدند. بیا مادر جان کمی دم گیریم، گفت دخترک. آنها مادر و دختر روی سنگی نشستند و پاره نانی را به آب تر کرده خوردند. کمپیر به بالا نگریسته دید که تا تاری کوه هنوز راه خیلی زیاد است. آه کشید کمپیر. همین وقت از تاری کوه اژدهای بدهیبت پایان آمد و با زبان آدمی به گپ در آمد. تو چرا مرا صدا کردی کمپیر؟ کمپیر و دخترش سخت ترسیدند. من کسی را صدا نکردم، گفت کمپیر. خسته شدم و گفتم. شما با قلم روی من آمدید. تو مرا صدا کردی. نام من با کجا روانه اید؟ چه مقصد دارید؟ پرسید اژدها. برای دخترم کارکابی به شهر می رویم. احوالمان بد، زندگیمان قشاقانه، گفت کمپیر. اژدها گردی کمپیر و دختر را پیچانده گرفت و گفت: دخترت سرود خوانده می تواند کمپیر؟ می تواند. سرود می خواند، نان می پزد، خانه می روبد، در کار و بار خانه همتا ندارد، گفت کمپیر. دخترت را به من ده. در خانه من کار می کند. مزد خوب می دهم. کار او تنها سرود خواندن است، گفت اژدها. زیق شد کمپیر. دلش نمیخواست که نازنین یک دانش را به این مخلوق بدعفت داده رود. با من می روی دخترک؟ پرسید اژدها. اگر مادرم اجازه دهد می روم، گفت دخترک. کمپیر دخترک را در نزد اژدها گذاشت و اژدها با او یک خلطه تنگه های طلایی داد. 3 ماه گذشت. کمپیر دخترک عزیزش را یاد کرد. پزمان شد. او به نزد همان کوه بلند آمد و با آواز بلند صدا کرد: همان زمان از تاری کوه اژدها برآمد. دخترم را بده، به خانه میبرم. 1-2 روز پس باز می آید. اژدها راضی شد. او دخترک را به خانه‌شان جواب داد. آنها به خانه آمدند.
مرا اژدها به خانه‌اش آورد و به من یک نوشاکیه را داد تا بینوشم. من شربت را نوشیدم و چشمانم خیره، سرم گرنگ شد. هیچ چیز را نمی دیدم، تنها آوازی را می شنیدم که به من فرمان می داد. نقل کرد به مادرش دخترک. مادر حیران شد. مادر و دختر خیلی صحبت کردند. مادر دخترش را با خوراک‌های با لذت ضیافت داد. وقتی رفتن شد، مادر به دختر روی مالچه‌ای داد و گفت: دختر جانم، این را با خود بگیر. وقتی که اژدها به تو شربت داد، آن را ننوش و به این روی مالک بریز و طرزی رفتار کن که گویا شربت را نوشیده ای. دخترک به غار اژدها آمد. اژدها زود به او از شربت سحرناکش ریخته داد. بنوش. دخترک وانمود کرد که شربت را می نوشد، اما آن را به روی مالچه ریخت. اژدها دخترک را به کنج تاریکی غار برد و به روی صندلیچه نشاند و گفت: تو کار خودت را می دانی. شنو سرود خوان. تا آمدن من سرودخوانی را بس نکن. اژدها رفت و دخترک خوب دقت کرده دید که در رو برویش اژدهای کلان و دهشتناکتر از آه خوابیده است. از ترس دیر می لرزید. بخوان سرود دوست داشته مرا، داد زد اژدهای پیر و با دمش سخت به زمین ضربه زد. دخترک زود به سرودخوانی در آمد. همین طریق چند ساعت گذشت و اژدهای جوان به غار برگشت. ببین پدر، امروز من چی ها آوردم، گفت اژدهای جوان و به زیر پای پدری پیرش تنگه های طلایی، جواهرات، سنگ های قیمت بها گذاشت. دخترک دید که اژدهای پیر در روی جواهرات و طلا و نقره می خوابد. او فهمید که او به پناهگاه اژدهای راهزنی افتاده است که سالهای زیاد مردم را غارت می کند و بایگریش را می دزدد. دخترک قرار کرد که آهسته از این غار گریزد. شبانه وقتی که خواب اژدها برد، دخترک شمع را گرفت و به سوی در برآمدگاه غار دوید. در نزد در اژدهای پیر می خوابید. ناگاه یک قطره آب سوزان شمع دست دخترک بر روی اژدها چکید. اژدهای پیر بیدار شد. بخیز، این دختر گریختن می خواهد. او را به پشت کوه قاف ببر، به جوز کمپر بده. بگذار بانی کند. فربه حقی شد به نزد من می آری. گفت اژدهای پیر به پسرش. اژدهای جوان دخترک را به پشت کوه قاف به نزد عجوز کمپیر آورد. از او چشم نکن، باز نگریزد. از دست من کجا می گریزد؟ دخترک باشد خانه عجوز کمپیر را رفت و تازه کرد. دیگ و طبقش را شست. نان خوشبوی با لذت پخت. خوراک با مزه آماده کرد و لباسهای کمپیر را شست. موی سرش را شانه کرد. عجوز کمپیر شکمش سیر، خانه‌اش تازه، دماغش چاق. دخترک به عجوز کمپیر معقول شد. با او مهر بست. اما دخترک همیشه غمگین بود.
عجوز کمپیر می دید که دخترک خیلی غمگین است. دخترک باشد همیشه فکر می کرد که چی کیل کرده از اژدها خلاص شود. بار دخترک به بیرون نگاه کرده دید که جارچی شاه در کوچه های شهر گشته اعلان می کند: کسی که علاج بیماری دختر شاه را یابد و او را شفا بخشد، شاه تمام خواهش او را اجرا می کند. اگر من علاج درد دخترک را می یافتم. غمگینانه فکر می کرد دخترک. جادوگر کمپیر از دخترک جدا شدن نمی خواست، لیکن غمگینی او را دیده به دخترک دلش سوخت. او روزی به دخترک یک انگشتری داد و گفت: این انگشتری سحرناک است، به تو لازم می شود. بگیر و برو به خانه‌ات. می دانم اژدها مرا جزا می دهد، لیکن تو را دوست می دارم. آبی چشم ریخت کمپیر. دخترک به عجوز کمپیر رحمت گفت و راه خانه‌اش را پیش گرفت. راه او از میان جنگل انبوه می گذشت. شب فرا رسید. همه جا تاریک. ناگاه دخترک دید که از کجای شعله آتش می درخشد. با آتش نزدیکتر آمد و از پشت درخت نگاه کرد. دید که در نزدیک گلخن دو زن نشستند و یکی کلابه ریسمانش را جمع می کند و دیگری کلابه ریسمانش را می گشاید. آنی که کلابه ریسمان را جمع می کرد بانوی روز بود، دیگری بانوی شب. به صحبت زنها گوش انداخته دخترک فهمید که چگونه دختر شاه را طبابت کردن ممکن است. دخترک قریبی های صبح به کنار جنگل رسید. چشمش به پیرزنی افتاد که در دیگ کلان قطران می پخت. خاله جان سلام، به من کمی قطران بده، خواهش کرد دخترک. کمپیر به انگشترین دست دختر نگریست و گفت: انگشترینت را به من بده، به تو قطران می دهم. دختر زود انگشترینش را به کمپیر داد و کمپیر به او کمی قطران داد و دخترک راه قصر شاه را پیش گرفت. دخترک به قصر شاه آمد و گفت که او علاج درد دختر شاه را می داند. دختر را به نزد شاه آوردند. دخترک دید که نازنین خفته حال بدی دارد و شاه و اهل عائله‌اش گریه می کنند. من داروی درد شاه دختر، گفت دخترک و قطران را گرفته به دست و پای شاه دختر مالید. دیر نگذشته نازنین شاه به پا خیست. دست و پایش درد نمی کرد. تن و جانش صحت، او شفا یافته بود. چه خواهشی که داری اجرا می کنم. بفرمای، گفت شاه خرسند شده. با من اسکران جنگیت را بده تا به جنگ دشمن بروم، گفت دخترک. شاه به دخترک 200 اسکری سر و پا مسلح جنگ دیده را داد و دخترک راه غار اژدها را پیش گرفت. جنگ شدید شد. اسکران اژدهای پیر و جوان را کشتند و تمام خزینه او را گرفتند. دخترک زر و زیور بایگری های آه را به کمبغلان و بیچارگان تقسیم کرده داد و به خودش هم کمی گرفت و به نزد مادر جانش برگشت. اکنون دخترک و مادرش شاد و خرسند، بی غم و شاهانه
زندگی میکردند.